سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم حالا همتون خوب باشه. این ماده خیلی جزو کبوترهای خیلی خوب و باوقارم بود. الان دیگه جوجه دار شده، دیگه غریب و آشنا نمیشناسه، فقط کافیه دست رو ببری نزدیکش. این کبوترهای آنجلیش جزو کوچیکترین و ریزنقشترین کبوترهای زینتی هستن. برام جالب بود که ببینم اولین جوجه‌ای که گرفتم ازش چقدر کوچیکه. خواستم شما عزیزانم ببینید. فوق العاده جوجه کوچیکی داره، اندازه یک بنده انگشته. این جوجه یک روزه ماده آنجلیش نر ازبک. دوست داشتم، برام جالب بود ببینم که این دوتا رو با هم بندازم جوجه هاشون چه شکلی میشن. حالا امید به خدا بزرگ بشن، ازش فیلم میگیرم میذارم توی کانال، شما عزیزانم ببینید. دوستان گلم ممنون از حمایتتون. اگه از ویدیو خوشتون اومد لطفا لایک کنید و زنگوله رو فشار بدین، چون ویدیوهای خیلی بهتری انشالله در راهه. ممنون از همه شما عزیزان.